درود و پیام های فراوان بینندگان ارجمندی برنامه آفرینندگی تلویزیون سینما. نشر نوبتی برنامه آفرینندگی است منظور شما. نام گذاشتیم برنامه‌مون زن در فرهنگ ملی، جایگاه زنان در فرهنگ ملی. با توجه به همین موضوع در سیمای فرهنگشناس ظاهری سیف‌الله که در پژوهشگاه فلسفه و سیاست شناسی در شعبه فلسفه فرهنگ کار میکنن، فرهنگ شناس هم هستن، در زمینه آیین‌ها و سنت‌های ملی کارهای زیادی هم انجام دادن. دعوت کردیم. خوش آمدید ظاهری گرامی به برنامه. واقعا زن و مادر و بانو در فرهنگ ما، منظورم فرهنگ خیلی قدیمی ما هست که با همون تمدن قدیمی نوروزی پیوند دارد. چی جایگاهی داشته است؟ مرحبا. در گذشته های قدیم و حتی چگونه که اشاره به نوروز گفته، تا امروز محققا اطراف همین جشن ها و اصلا فراتر از جشن است نوروز دقیق نمیدونند که کدام سنه مشخصه باشد که نوروز پیدایش داشته باشد و همین گونه یک جشن روزی بزرگداشت زن و زمین یا خود روز اسفندگان مرز میگن که این روز روزی بزرگداشت زن و زمین افاده میاد و ابو ریحان بیرونی هم در کتاب آثار الباقیه خود ذکر میکند که این یک جشنی بوده است که ایرانیان قدیم یا باستان به مناسبت زن و زمین، دو خلاق، دو آفریدگاری که یکی رزق دهنده و دیگری دوام دهنده زندگی، تأمین کننده زندگی. اگر زندگی باشد دوام دهنده زندگی این مادر است و زن است. یعنی که این دو خلاق در شناخت و در فهم و درک و سواد و دانش ایرانی نژادان و خصوص تاجیکان خیلی بزرگ و معظم و از نگاه ارجگذاری مقام بلندی را صاحب بوده است و همین گونه گردیزی هم در کتاب خود میگه که این جشن به نام مردگیران هم ذکر می شود. مجدگیران یا مجدگیران یا که مردگیران، مجدگیران که کهنه‌تر واژه است، مردگیران که این روزا ما در شرایطی که زندگی میکنیم و میبینیم که چقدر حق و حقوق یا اینکه چقدر ارزش های و زنها آشکارا پایمال می شود و آشکارا محکوم می شوند و از حق و حقوقشان محروم کرده می شوند که این زمانی ما به مشاهده میگیریم که همین گونه هست. بعضی قوم و ملت ها تا امروز همین گونه هست. اما به گفته گردیزی که مردگیران که میگفتن و شهر و توضیحاتش این گونه میدهد که در این روز دخترهایی که ایرانی نژاد برای آینده زندگی خودشان و برای زندگی بنیاد کردن آزاد و انتخاب از جانب خودشان برای زندگی سازی و برای یک جامعه سالم به وجود آوردن، البته که زن باید در همه مرحله ها آزاد باشد، نه وابسته از اونی که اون محدودیت ها و اون ارزش هایی که برای زن محدود می شود و برای زن اون محروم کرده می شود و زن در این زیبا یا که در یک محدوده قرار می گیرد، اون جامعه که باید متمدن شود و اون جامعه که خلاقیت داشته باشد باید ما سراغ آن نباشیم یا اینکه از اون گونه جامعه انتظار نداشتیم اگر زن جایگاه چنین داشته باشه. اما گردیزی میگه که زن آزاد بود و با اختیار خودش و با تصمیم خودش و از پیش خودش اختیار داشت که همسری خودش دوست داشته خودش انتخاب کند و هیچ کسی در این کار اختلاف یا که مخالفت یا اینکه سرزنش یا که پیش راهگیری نداشت. و جایگاه زن که گفته در فرهنگ ملی ما بزرگتر از این جایگاه ما از دیگر فرهنگ‌هایی که حتی از قوم و از ملت‌های دیگر باشن سراغ کرده نمیتونیم که مقام زن تا به اندازه‌ای که و گذشته از این در زمان هخامنشی‌ها، در زمان ساسانیان زنها مقام داشتند و زنها در یک ولایتی که در یک شناخت و در یک ارج‌گذاری و در مقام‌های قرار داشتند که وظیفه‌های دولتی داشتند. شاه بودن زنها. شاه بودن. مسئله‌های بسیار مبرم دولت و دولتداری و حتی سیاسی حل و فصل میکنن. یعنی که در برابر مرد یک نیروی بودن که کوتاه نبودن.
در برابر می ایستادن و هیچ کدام در پله ترازو وزنینتر یا که سبکتر نبود. زن و مرد در مقامی بودن که احترام همدیگر پیش اینا قائل بودن، پیش خود قائل بودن و از همه مهم زن و مرد از نگاه جنسی نه، از نگاه انسانی معامله و مناسبت انجام داده میشد نسبت همدیگر، از نگاه جنسی و از نگاه گویم که مقامی و از نگاه مخصوصا نیرویی که امروز مردها بیشتر خودشان برتری میده، از نگاه جسمانی و از نگاهی که اون میتواند که یک حیوان هم اون قوه داشته باشه، از نگاه فیزیولوژی فیزیولوژیشون که اون یک حیوان از یک نفری که دعوای از بزرگی میکند، توانمندی های فیزیکیش میکند، جسمیش میکند، اونم میتونه دعوا کند. یعنی که در برابر او یک حیوان هم حق همین دعوای دارد که قوه نیرو دارد اونم. ولی قوه نیرو و جسمانی یکسو انسان بودن و از نگاه انسانی ملاحظه کردن و شناختی انسانی زن در فرهنگ گذشته ما خیلی مقام دارد. بیرونی در اصول الباقیات میفرماید که در امروز مردها پره در خدمت زنها بودند و زنها ملیکه یا که چراغ یا که یک عالی‌تری خاندان بودند که حتی مردها بهترین نوع خوراک از استعدادهای خودشان استفاده کرده برای زنها مهیا میکردند و بهترین تحفه هایی که برای خودشان که بازگو کننده ارجگذاری به زن و احترام به زن افاده میکند به زنها تحفه میکردند و زنها در همین یک روز همه کار خانه مردها به دوش خود میگرفتند، زنها در استراحتی تمام قرار داشتند و مردها همین خلاقیت و آفرینندگی و نقشی مبرمیت داشتنی زن در زندگی از نگاه سوادی و دانشی و خردورزی به دست آورده و از همین دیدگاه به زنها مناسبت میکردن. و از همه نکته عجیب این است که در این جشن در برابر زن زمین هم در پهلوی اون گذاشتن که دو خلاق و دو آفریدگار که هر کدام این در نوبت خود مادر هستند برای انسان، برای یک انسانی سازنده و خرد و دانش و از لحاظ عقلانی و سواد کمال یافته در برابر اونه که از مادری که تولد شده است و اون مادری که دیگر بعد از بطن مادر تولد شدی، اون دیگر آغوش بازی که برای تو باز میکند اون زمین است که اونم مادر است. و در فرهنگ ما و در اندیشه گذشته ما هم وطن مادر که میگویند، این همون زمین و مادر این از همون فرهنگ قدیمی ما سرچشمه میگیره و ریشه از اون است که میگوید که زمین در برابر اون مادری که توی به دنیا میبرد ارزش دارد و مقدس است و بزرگیش نه کمتر از همون مادری که تو از اون به دنیا آمدی و تمام تأمینات ما، تمام سواد و دانش و همه دستاوردهایی که ما اگر به دست میبریم به طفیل همین دو خلاق است، به طفیل همین پرورده و پرورشگر ان همین ها هستند. از نگاه لحاظ غذایی که کالری دار باشد که زمین به ما اگر میدهد، از نگاه سواد و دانشی که اگر یک زن یک مادر وقتی که سواد و دانش و از علم برخوردار هست، اون با فرزند خودش و با کودک خودش یک نوع برخورد یا که یک نوع تربیه براه میموند که زینه به زینه و قدم به قدم اون کودک به کمالاتی که اون دستاورد یا که اون پرورش و مال شخصی همون مادر است که همون فرزند اگر خوب شد، مادری خوب عاقله و فرزانه او را به تربیه خود گرفته است. اگر جاهل شد، البته هرچند که این زشت است در مورد زنها گفتن، لیکن اگر زشت شد فرزند کجا نباشد همون مادر هم زشتی دارد. یعنی که زشتی مادر از چی سرچشمه میگیره؟ از بیسوادی، از بیخردی و از سطحی معرفت و دانش پس بودنش است. و ببینید که در جامعه اگر مرد سوادی کمتر داشته باشد، این اونقدر ضرر به جامعه نمیبرد
و اونقدر که ضرر اگر که از بیسوادی و از بیدانشی زن به جامعه میرسد در برابر مرد خیلی بزرگتر است. یعنی که وی نسلی که و اون فرزندی که به وایه میرساند اون خدمتگزار و جان نثار هم برای زمین که مادر است، هم برای جامعه که این جامعه اهمیتی بزرگ جامعه به زمین دارد که جامعه عاقل باشد. اون زمین شکوفان است، اون وطن وطنی آباد است و اون وطن از نگاه سواد و دانش و تمدنی و پیشرفتی و همچون انسانی، حتی مقام انسانی هم بدون سواد و دانش رفته رسیدن این امکان ندارد. و اگر که امکان ندارد این معنی اون دارد که همین پایه ها و همین مغزهای سرچشموی از زمین و زن سرچشمه میگیرد که این در گذشته های دور که بیرونی هم مشخص نگفته کدام وقت و کدام دوره تاریخی در بر میگیرند، نگفته است که جشن میگیرند. روزی پنجم، فقط اشاره پنجم اسفندگان، ماهی اسفند ماه که با سال میلادی یا گریگوریانی با 23 24 فوریه راست میبیاد که همون هم شکوفایی آغازی بهار شدن و نوروزی و حال و هوایی که خلاقیت اینا بیشتر ارزشمندتر و تاثیرش و اون برداشتش بیشتر به انسان میرسونه. تشکر. ظاهرشاه یک سیر تاریخی هم کردیم و دیدیم که در فرهنگ ما چه جایگاهی داشتن زن و تا مثلا در زمان ساسانیان اگر بگیریم که در مثلا رده های بلندی هم سیاسی و ارتشی و دولتی و یکی از زنها در مثلا همون ارتمیس در فلوت راهبر بود، رهبر ارتش حربی بود، ارتش حربی بحری بود و همین خیلی چندین نفر دیگه آذربیجان در زمان ساسانیان، بوروندوق در زمان ساسانیان. و اگر به مرز اسطوره ها برویم همون مثلا تهمینه و گردآفرید و رودابای مثلا مادر رستم ببینید که چه خیلی جسارت میکند، عشق میورزد با مثلا زو، یا که تهمینه را ببینید جرأت. یعنی استاد لایق هم میگه که زنانی که همچون مرد عشق میورزند ضعیفی های. بله بله. الان همین چه خیل می شود که همین یک مقام و جایگاهی که داشت در یک دوره کلونی تاریخی در مثلا قدیم در عصرهای میانه میایم با از دست دادن مثلا قدرت سیاسی میگیریم به صحنه سیاسی آمدن. البته استاد واقعیت هم باید پذیرفته شود. وقتی که عرب ها آمدند و سرزمین ما و به بهانه دین آوری آمدند و آوردند که هر ارزشی که از ما بود اون به بهانه گبری و مجوسی و یا که زردشتی محکوم کردند و یا به بوداییسم و بتپرستی محکومش کردند. اگر بهانه نیافتند این ارزش‌های فرهنگی که از عقل برگرفته شده است یا هیچ کدام جشن باشه یا که دستاوردهای علمی که ما تا زمان اسلام داشتیم مذهبی یا که عقیدوی یک قوم یا که محدودی یک خدمتگزار یک جغرافیا باشد، نه، این از آغاز تا به انجام و حتی تا به امروز خدمتگزار به بشریت است، انسانیت است. یعنی که بالاتر اشاره کردیم که وقتی که زن تربیتگر می شود و زن یک سواد و دانش خیلی بلند آگاهی دارد و فرزند تربیت میکنه و جامعه تربیت میکند، به مرحله انسانی میرسند، دیگر اندیشه قومی و اندیشه جغرافی و اندیشه تنگی مذهبی و دینی برای اون جامعه بیگانه میشد. یعنی که فراتر از اونه که حتی مولانا هم از همین میگوید که 1000 سال راه است از تا مسلمانی، 1000 سال دیگر تا به حد انسانی. و من تصور میکنم که گذشته های ما به همون مرحله انسانی رفته رسیدن، هرچند که میگویم که اونا از لحاظ سواد و عقلی و انسانی قفا ماندن، لیکن دستاوردهای اونایی که میبینیم اونها بیشتر از انسانیت میگوین و به مرحله انسانی رفته رسیدناشون تصدیق میکنن، یا که این یک مدرکایی هستن که واقعا رد ناپذیر هستن اونا و اینا نمیتونیم رد کنیم که اینا انسانیت به رفته رسیدن. اما زمانی که ما آمدیم و این مرحله آمدیم که همه ارزش‌های فرهنگی و انسانی و
علمی و ادبی ما بیکار کرده شد و در این کار حتی بدبختانه و متاسفانه فرزندان خود ایرانی نژادها هم دست به کار شدن و حتی از عرب ها بیشتر اینها برای محکوم کردن و برای بدعت برآوردن و هزار یک بدنامی ها و دربیه های گمنامی و زشتی به همین ارزش های ما دوزاندن و چسباندن و در نهایت مردم تا به حدی آمد که برای در امان ماندن جانش رفت پناه برد به کوهستان ها و وقتی که در کوهستان در شرایط کوهستان اون ارزش های بلندی که در مرکزهای تمدنی شهری داشتن حفظ میکردن، تجلیل میکردن و اونا را گرامی میداشتن، در شرایط تنگ کوهستان و نامساعد نمیشد دیگر اون همه ارزش ها را حفظ کرد و مردم هم دیگر در غم اون نبود، در غم فقط جان و شکم بود و همین مسئله ها و همین وضعیت و همین شرایطی که آوردن و مردم مجبور کناندن که خاطری تاریخی خودش فراموش کنند و از تاریخ گذشته خود گذشته شود و یک خالگی خیلی بزرگی 1000 ساله خالگی گذاشتن برای مردم و مردم امروز البته شاید میدونن چند درصد، اما من به یقین باور دارم که فایز زیادی مردم از همین جشن و از اصالت و از فلسفه و از اهمیت همین جشن که آگاهی ندارن و حتی گویی ما باور دارم قبول ندارن. میگونه منقورتیز به ما آمده رسیدیم جامعه ما که امروز ببینید برخوردی تمدن ها اینقدر شبکه‌های اجتماعی که در خدمت فرهنگ و ایدئولوژی های بیگانه که برای خراب کردن مغز ما، برای از خودشناسی و از خودآگاهی و از فرهنگ خود دست کشیدن یا بیگانه شدن و پرستشی اون فرهنگ‌های بیگانه، در مثال من عادی ترین چیز لباس و امروز همین مثال باید ذکر کنم که امروز همین مردها هم چندین نقص الاخلاق روبرو میشه، میگه که لباس ملی، میگه ما لباس ملی نداریم، کنی مردها داشت بشن یا زنها دارن. بعضی زنها هم همین دعوا میکنن چی با ما دعوا میکنه اما شما خودتون لباس ملی نمیپوشید. جایگاه زن در گذشته برای ما اونقدر مقدس بود که هر لباسی و هر از ذهن ما هر چیزی که ایجاد شد اول ما برای زنها مهیا کردیم. اونقدر لباسای رنگارنگی که ما از فرهنگ ملی ما برای زنها مهیا کردیم، این معنای اون دارد که اول درجه زنها بودن و خود ما آمده نرسیدیم تا به حدی که لباس ملی که برای مردها باشه هرچند که هست، لیکن اونقدر فراوان برای زنها داریم برای مردها نداریم. علتش اون که جایگاه زن برای ما اونقدر بزرگ است که ما اول برای زنها تامین کردیم و زنها را نوعهای گوناگون که اونا طبع و بلند دارن، ذوق بلند دارن و رنگارنگی لباس ها را خوش دارن، ما این چیزهای برای اونا تامین کردیم و باید اونا این چیز پذیرایی کنن. از کیم چیزایی که امروز چسبیدن و نشانی معرفت دانستن از این چیزها دست کشن اگر که آگاه باشن. با میره سریع انو سواد دانش، زنی سواد دانش داشته هیچ وقت تقلید نمی کند که مولانا هم میگه که خلق را تقلیدشان برباد داد، ای 200 لعنت به این تقلید باد. هیچ کدام تقلید نمیتوند که ماهیت و اصالت شود و جوهری یک ملت یا که یک نژاد افاده کند. هر چیزی که هست خوب یا که بد، حتی بد هم باشد اگر از آن خودت باشد با از آن خودت است و همون فرزندی بیگانه نمیشود فرزندی تو شود. و همون مولانا میگه که 100 بار اگر دایه به طفلی تو دهد شیر، غافل مشوی دوست که مادر شدنی نیست. همین فرهنگ مثل یک فرزندی ما است و فرزندی ما همین فرهنگ ما است. چگونه ما فرزندی خود کنار میگذاریم، زیر پا میکنیم، میریم سوی فرزندی بیگانه ای که برای ما گویا که فرزند شده است یا که برای ما یک جگر گوشه شده است. نه، این چیز نه در طول تاریخ من نه در امروز، یعنی که تجربه ها نشان میده این چیزها بیگانه هستند و این چیزها هیچ وقت خودی شدنی هم نیستند و خدمتگزاری ما که باشن به منفعتی با خودی همون فرهنگدار یا که اونایی که از بالا یا که از پایین یا که از هر کجا ایستاده اداره میکنند. تشکر زیاد که یک صحبت خوبی هم کردید و ما آرزو میکنیم که زنای ما هم آگاهیشون بیشتر شود، سطح آگاهیشون بیشتر شود، چرا که اینها تربیتگرهای ملتن، تربیتگرهای فرزند نسل نوی ملتن و اینها میتوانند که با سطح بلندی آگاهی، با معرفت بلند و مخصوصا با تربیه ملی
مردم ما را به سوی پیش، به سوی فتح قله‌های مراد راهنمایی کنند. بار دیگر تشکر به شما عرض میکنم. عیدتان زنان و بانوان و مادران گرامی مبارک باشد. همیشه سربلند باشید و پایان برنامه ما هست لحظه خوش روزگاری بر دوام، دایما ایامتان بادا بکام.